سلام سابسکرایبر های نداشته کانال، خوش اومدید به یه ویدیو جدید. احمق مگه نمیگی نداشته پس داری با روح حرف میزنی؟ پس ویدیو کنسله. خدافظ. سلامی دوباره. آقا چرت میگه، درسته کمه ولی تا بیشتر میشن. سلام به همون عزیزا، خوش اومدید به ویدیو دیگه چنل گیم ام پی. امروز قراره GTA آنلاین بازی کنیم. نمیگفتی فکر میکردم کال آف دیوتی موبایل. ممنون که گفتی. بمیر بدبخت. حالا نگفتی انمیا الان کجا؟ انمیا کمین کردم براش. خب حالا بدون شوخی بریم سراغ. بچه امروز ماموریت داریم. یه زنه از صبح داره زنگ میزنه، فکر کنم میخواد به اون ماموریت بده. داریم حالا میریم دنبالش ببینیم. ولی عجب رانندگی داری یا حاج پارسا توی ایمیل اشتباه میره پایینشه. بله بس این عکس رو بیاره. بله این عکس کله کچلیه که باید پیداش کنیم. بدبخت کچل هم نیست. خب ما میریم سراغ کله کچلی که باید پیداش کنیم. شما با گرگلی همراه باشید. وای 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 پار میدای من کوش، وای 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 میرم از هوش، وای 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 پار میدای من کوش، وای 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 میرم از هوش. ساسی مارکن حسین مختر علیش بس لایف رکورد. خب بعد یارو رو پیدا کنیم، پیاده شیم مثل اسکولا وسط خیابون، ماشین نزنه به اون. خب به اینجا هم که به به ما میخوام خونه بفروشم. بله بریم حالا تو این منطقه رو بگردیم. امیدوارم به اون شک نکنه، نه مجبور نشیم بکشیمش مگه نه پول نصفی بموندی. ها این تو چرا اینجوری شد؟ بریم داخل. حالا اگه مرده بود الان جرمون داده بود. حالا ببینیم چیه. درم که قفله. بله خب من اومدم اینجا تریاک بردارم، اومدم پشتش. خب برگردیم همونجا. اسکول برو سوار ماشین شو. الان میریم داداش. الان سوار ماشین نمیشه. به به نظرم برو وسط شاید پیداش کرد. آره بریم جلوتر. ای گرگلی اومد. آره گرگلی اومد. حاج آقا گرگلی تو قهوه خونه لات کدوم کوچه؟ خلص بردار. تو کدوم کوچه بود بابا؟ من تو کوچه های گروه اسید بودم. اینو میکنم تو گونی. بیا اینجا تسلیم نشی ولت نمیکنم. من پول میخوام، نمیخوام بکشمت. با کلت بزنم میمیر. تسلیم. خب تسلیم شدی، بیا سوار ماشین شو. بچه خوب من با ماشین آفرود اومدم، ماشین اون زن بدبخت رو دزدیدم، الان دنبال ماشینش میگرده. خب بریم سراغش. حالا گرگلی داداش بیا دوباره یه زحمتی برا ما بکش. یه آهنگ دیگه پلی کنه. آره یه رقص دیگه هم بکن. البته اگه میتونی همین رقص باشه قشنگ. آقا من دیگه آهنگ ندارم، خودت یکی پلی کن من باش برم. Hey everybody, the king is back. یه شاسی بلند دلم میخواد راک که میره به لرز زمین. کاش یه دونه سکسی بیاد 85 باشم. بگو آمین یا رب العالمین، بگو آمین یا رب العالمین. خوشم نیومد آقا بعدی.
خونه ها سر کوچه ها. آقا دیگه رسیدیم مسخره بازی بسته. بدبخت اندی نذاشته آهنگشو کامل بخونه. چینیم این کچل و تحویل این زنیکه بدیم. به به. خب صفحه ترسی ها شد. نمیدونم والا. آهان درست. بله حالا بریم سراغ مأموریت بعدی. جون چقدر پول داد؟ 10,000. این کیه داره ما رو میزنه؟ بزنش. داشت خیلی بی پولی ها. میدونم 30,000 تا رو میخوای چیکار کنی؟ ها خرج میکنم. یه بار یه ماشین گرفتم. آره ماشینت هم بیار بیرون دیگه خراب این چرا درش باز و بسته میشه؟ به خاطر هیچی نگو اون مرتیکه کچلی که برداشت در رو یه جوری بسته که الان هی داره باز و بسته میشه. آخه من حالا باید به مرحله جی برسیم. حضرت علامت جیه دیگه. نه منظورم نقطه جیه. آها عالی. خب اینجا هم که اصلا رانندگی همش گوشته. خدایی همش گوشته. آقا این دره بسته شد دیگه رو مخمه. خب نیمه اون مردی که کچل میخواسته یه خسارتی بزنه. البته که رو مخت هم هست. رو مخ ماشین ما که نیست. ماشین اون زنه. آره دیگه ماشین اون زنه است. هیچ وقت هم بهش بر نمیگرده دیگه. فعلا آقا من خدای ماشین خیلی خوبن. تو کوهستان به درد میخوره. هم خیلی هم چاردره. هم تازه همش گوشته. سرعتش هم عالی. نه نگاه به نظر من اگه گاراژ داشتیم بریم اینو بزنیم تو گاراژ. همش گوشته. نه اشتباه. همش گوشته. به حالا بریم کارا بایستا. آقا کلی راه مونه. من خود رانندگی ندادم. بیا تو رانندگی کن. به من چه؟ الان ماشین چپ میشه. دیگه بیا. آخ گرفتی؟ نه پس نگرفتم. نه بابا دادم گرگلی. نه چیزا میگم. گازا میگم. اوه آها نه بابا گاز خونه رو نگرفتم. داره قراره بترکیم. آره کیسه است. ای بابا هی مسخره بازی در میاره رو مخ ما میره. نگاه کن هنون دره داره باز و بسته. وای آهنگش رو زنم پلی میشه. راحت آقا اینا همینجوری باید دشمنن. بریم. نه علامت راکستار یه لحظه بکنم دشمن صورتی اصلا دشمن قیمتش. نه بابا علامت راکستانی که مکیه اینتر میامیه باشگاهش اونجاست. ما بسه. چرا قرمز بود؟ قرمز رانندگیت همش گوشته. رانندگی گرگلی به من چه همش گوشته. گرگلی همش گوشته. گرگلی جان داری چیکار میکنی؟ مشکل داری بی‌ناموس. ما داریم زحمت میکشیم. تو نمیدونی چه بلایی سر ما اومده. خب رسیدیم. اینجاست فکر کنم کوتیانه. شاید هم مرحله است. خب بایستا برم. به به کی داره اینو حرکت مینه آخه میخوری تو میله. خب بچه ها به علت من واقعا عذرخواهی میکنم ولی به علت به شدت کم بودن پینگ 100 ساعت طول میکشه تا لطفا با گرگلی همراه باشید. برقص گل من پاشو با من برقص جون من پاشو برقص همیشه وقت رقص. No standing when you hear the beat, your hips flow, your body follows its sway. میرن آدم تموم شد. خدا